اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه حضار محترم. اول باید به صورت تاریخی دستمزد رو بررسی بکنیم، ببینیم سیر تحولی دستمزد به چه صورت بوده توی ادوار گذشته و الان کجاییم و نقاط قوت و ضعفش رو بررسی کنیم، هرچند که آنچنان نقاط قوتی هم وجود نداره. یعنی ما سال 58 که انقلاب میشه، یعنی سال اول بعد از انقلاب، یک افزایش دستمزد 170% داریم. متناسب اون تورم سال 59 10%. یعنی یک افزایش دستمزد داریم که خیلی چشمگیره و مشهود و تاثیر تورمی سال بعدش هم مشخصه. حالا اون اسنا هم در نظر بگیرید، وضعیت کشور به چه صورته، آشفتگی سیاسی که وجود داره، تعارضاتی که هست و حالا دولت‌هایی که میرند و میان و اینها هم همه مد نظر باشه. یعنی تورم اون سال بعدش 10% با اون فضای سیاسی اجتماعی که اون زمان وجود داره. میرسیم به ایام جنگ. خب گروه کارگری 6 سال از 8 سال جنگ هیچ گونه افزایش دستمزدی نداره و این به گونه همراهی و همدلی کارگران هست و میخوام بگم که هم توی بحث انقلاب کارگرها پای کارن، متناسبشون افزایش، بعد وارد برهه جنگ میشیم، 6 سال هیچ افزایش دستمزدی نداره و تمام قد اثبات میکنن عملی که پای کار نظام و انقلاب هستن. میایم ابتدای دهه 90 آروم آروم میاد یه عقب افتادگی جبران بشه تا یه حدی این در واقع فضا به وجود میاد، ولی هی یه سال دو سال این فضا میره جلو، دوباره سرکوب مزدی شکل میگیره، هی میریم جلو هی شکل میگیره. میرسیم تا در واقع اون دولت اصلاحات که باز این عقب افتادگی های تجمیع شده میاد، یک بررسی میشه، یک برنامه میذارن که فکر میکنم 3 سال یا 4 سال از دولت اصلاحات هم اینجوریه که افزایش دستمزد به یک مقداری بیش از تورم انجام میشه. حالا تأثیرات این افزایش دستمزدها رو میتونیم بررسی بکنیم، میزان اشتغال، میزان تورم ناشی از افزایش دستمزد، همه اینا مستنداتش موجوده و یواش یواش میایم وارد حالا دهه 90 میشیم که خاصه با شروع تحریم‌های در واقع بین المللی علیه ایران هست و اصل سرکوب مزدی از اینجایی که ما از دهه 90 تا الان پیوسته این سرکوب مزدی رو داریم مشاهده میکنیم و عواقبی که به وجود آورده حالا بهش بپردازیم. این سرکوب های مزدی که حالا توی شرایط تورمی که ما از دهه 90 به این بعد پیوسته در یک وضعیت تورمی هستیم و افزایش اسمی دستمزد نسبت به افزایش حقیقی دستمزد اختلاف داره. یعنی چی؟ یعنی ما اگه تورم 40% داشتیم، اومدیم افزایش دستمزد 30% یا 25% دادیم. خب ما یک اختلافی داریم، یعنی سبد معیشت هی داره کوچیک و کوچیکتر میشه، دست نیافتنی تر میشه و نکته‌ای هم که باید بهش اشاره بکنیم و ملموس برای کارگر این که این تورم 40% برای کارگر 40% نیست، چون سبد معیشت اقلام مختلفی داره، آموزش داره، مسکن داره، اقلام خوراکی داره، بهداشت و درمان داره و موارد دیگه. خب اصل تورم رو ما بخوایم بررسی بکنیم، اون چه که مشهوده و خانواده های کارگرها و کارگرها لمسش میکنن، رو دو تا قلم سبد معیشت. یکی اقلام خوراکی که ما تورم ها رو اگه بریم نگاه بکنیم، تورم های خوراکی 60% و 70% و 80% هست. این تورم سالیانه رو بهش خیلی اختلاف داره با تورم سالیانه. و مسکن، یعنی ما دو تا موضوعی که مستقیم گریبانگیر خانواده ها هست، بحث اقلام خوراکی و مسکن، که این تورم ها داخل این دو گروه خیلی بیشتر از تورم کل کشوره و ما میایم تورم رو به صورت کلی حساب میکنیم. برای همین هم هست که ما وقتی میگیم تورم 40%، من کارگر باور نمیکنم، میگم این تورم ساختگیه و با آنچه که من واقعیت دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم، روزمره دارم باهاش برخورد میکنم، اختلاف داره و نمیپذیرم تورم 40% باشه در حالی که پنیری که میرم میخرم 70% گرونتر شده و به اصطلاح اون حجمش هم هی کمتر میشه و این واقعیت ها رو هم باید بهش اشاره بکنیم. و این
عقب افتادگی توی دهه 90 تا الان، از ابتدای دهه 90 تا الان، هم سبد معیشت رو داره کوچکتر میکنه، هم بحث مزد هم یک موضوعیه که ما صرفا نمیتونیم اقتصادی بهش بپردازیم، باید مسائل اجتماعی و فرهنگی هم متعاقبش در نظر بگیریم. بعضا مزد میتونه این حساسیت امنیتی هم داشته باشه، یعنی فضا به یه سمتی بره که گریبانگیر چالش‌های امنیتی هم بشیم. در نهایت امر الان ما اومدیم یک پیشنهاد دادیم، یک پیشنهاد افزایش 70% دستمزد دادیم. استدلال ما برای این افزایش 70% چیه؟ اینی که ما با سبد معیشت خیلی اختلاف داریم. یعنی اگر بخوایم سبد معیشت واقعی رو در نظر بگیریم، خب ارقام شاید بالای 30 میلیون 35 میلیون باشه، چیزی که واقعیت امره و ما لمسش میکنیم. اومدیم گفتیم از دهه 90 تا الان ما یک عقب افتادگی واقعی دستمزد داریم. بیایم این عقب افتادگی واقعی دستمزد که در واقع عقب افتادگی افزایش دستمزد نسبت به تورمه و توضیح هم دادم که با سبد معیشت ما با این 70% به سبد معیشت هم نخواهیم رسید، ولی کن حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک قدم رو به جلو برداشتیم و دستمزدها رو رسوندیم به سطح دستمزدهای سال 1390 که الان بتونیم بریم برای سالهای بعد بگیم که استراتژی بچینیم برای رسیدن به اون سبد معیشت و اون عقب افتادگی هایی که وجود داره. برای در واقع این فضا هم ممکن استدلال هایی بیارن که افزایش 70% دستمزد کاهش اشتغال به همراه داره، تورم داره. ما مصداق میاریم که نه، همچین چیزی نیست. به عنوان مثال سال 1401 که ما افزایش 57% دستمزد داریم، خود سازمان برنامه بودجه که بخشی از دولت و جزء تیم اقتصادی دولت هم محسوب میشه، گزارش داده که تأثیرات تورم سال 402 یعنی سال بعد از افزایش 57% از تورم 3.3% بوده. یعنی تورم سال 402 هر میزانی بوده 3.3% مربوط به 57% مزد بوده. یا گزارش رسمی خود خود وزارت اقتصاد که صراحتاً اشاره میکنه دولت به خاطر حفظ یک بانک خصوصی 50% تورم سال 52 رو با خلق پول به وجود آورده. یعنی یک حمایتگری اقلیتی داریم میبینیم که وجود داره و دولت 0 تا 100 وای میسه پای اون اقلیت و اون حمایت رو انجام میده. از طرف دیگه هم یک بدنه بزرگ اجتماعی داریم که هر سال داره این مزدش سرکوب میشه. یا توی همون سال 58 هم که توضیح دادم خدمتون که 170% دستمزد افزایش دستمزد 10% ما در واقع تورم سال بعدمونه. یا اوایل دهه 70 که ما از جنگ خارج میشیم و قرار اون 6 سال عدم افزایش دستمزد سالیانه رو به گونه‌ای جبران بکنیم، ما 67% افزایش دستمزد میدیم و تأثیرات اینها وجود داره. ضمن اینکه سالهایی هم هست که در واقع سناریو به این سمته که در افزایش دستمزد بیش از تورم باشه که اون عقب افتادگی ها جبران بشه. و در نهایت امرم ما که اتاق بازرگانی و استدلال های اتاق بازرگانی رو قبول نداریم، ولی دوستانی که پیوسته به اتاق بازرگانی متوسل میشن و اعتقاد عجیب غریبی به اتاق دارن، برن گزارش اتاق بازرگانی رو بررسی بکنن. خود اتاق بازرگانی برای نیمه دوم دهه 90 گزارشی داده که ما افزایش اسمی دستمزدمون به صورت میانگین 30% بوده ولی عقب افتادگی 8% داریم. این گزارش خود اتاق بازرگانی و صراحتاً اشاره کرده اتاق بازرگانی ما باید افزایش دستمزد چشمگیری داشته باشیم، ملموس و بیش از تورمی باشه که بتونیم اشتغالمون رو حفظ بکنیم، بتونیم تولیدمون رو حفظ بکنیم. یعنی آش اینقدر شور شده که دیگه اتاق بازرگانی هم داره از فضای افزایش دستمزد دفاع میکنه. به هر صورت این استدلال هایی که موجوده، یا بعضا گزارش بانک جهانی هم هست. بانک جهانی داره گزارش میده در شرایطی که کشوری دچار شوک‌های تورمی و پیوسته است،
راهکار برون رفت از رکود و راهکار حفظ اشتغال، افزایش تولید، افزایش دستمزده. یعنی چی این گزارش؟ یعنی خب ببین ما وقتی میگیم سرکوب دستمزد شده، ما از معیشت دور افتادیم. معیشت اقلامش که لوکس و از خارج، یعنی وارداتی نیست یا از خارج تامین نمیشه دیگه. معیشت اقلام خوراکی، معیشت مسکن، معیشت بهداشت و درمان، معیشت آموزش. خب ریز به ریز تمام این موارد از داخل داره تامین میشه. پوشاک ما که از خارج وارد نمی کنیم، پوشاک مورد نیاز من میرم از در واقع تولید کننده داخلی میگیرم، یا اقلام غذایی از ارشد به خدمت شما گوشت و مرغ و فلان بگیرید تا بیاد، مثلا کنسرو ها و لوبیا و ماکارونی و همه اینا مواردیه که در واقع به صورت داخلی تامین میشه. پس هر چقدر قدرت خرید متناسب با سبد معیشت افزایش پیدا بکنه، این تقاضای مثبت شکل میگیره و این تقاضای مثبت خودش منجر به افزایش تولید میشه و اون استدلالی که دوستان به کار میبرن رو نفی میکنه. حالا با همه این تفاصیل ما باید بپذیریم که دولت باید در این وضعیت تعیین تکلیف بکنه. ما افزایش 70% دستمزد رو نه بر حسب واقعیت، یعنی نه بر حسب آن عقب افتادگی تاریخی، بر حسب یک استراتژی پلکانی بیرون آوردیم. یعنی ایده ما اینه که این 70% قدم اوله، نه که قدم آخره و دیگه دولت نباید کاری انجام بده. و چند نکته هم در نظر گرفتیم، یعنی یک پیشبینی های واقع گرایانه ای هم هست که باید بهش نگاه بکنیم. ما توی یک ماه و نیم گذشته یک شوک ارزی چشمگیری داشتیم که قطعاً از فروردین ماه به بعد خودش رو در بازار نشون میده و ممکنه دولت بخواد تصمیم بگیره بر حسب یارانه حامل‌های انرژی. اینها سیاست‌هایی که هر لحظه ممکن دولت بخواد اجرایی بکنه و متناسب با اون عواقب اقتصادی، اجتماعی و امنیتی که گریبانگیر بدنه بزرگ کارگری میشه. ما جمعیتی که ذی‌نفع دستمزد هستن، مصوبات دستمزد هستن، یک جمعیت 45 میلیون یا بعضاً 50 میلیونی، بیش از نیمی از جمعیت کشور رو درگیر خودش میکنه. پس اینجا زمانیه که دولت بیاد مشخصاً در این آزمون خودش رو برای مردم در معرض امتحان قرار بده و مشخصاً ببینیم دولت قراره با مردم و بدنه بزرگ کارگری وفاق بکنه، با 50 میلیون جمعیت کشور میخواد وفاق داشته باشه، یا قراره بره با یک اقلیت سرمایه‌دار انحصار طلبی وفاق انجام بده. این آزمون دولته که قطعاً طی روزهای آینده برای ما مشخص میشه موضع دولت چی هست. بسیار ممنون از آقای میرغفاری. اگه از دوستان کسایی هستن که نکته سوالی از ایشون دارن بفرمایید. آقای میرغفاری سلام عرض میکنم خدمت شما. میکائیلی هستم از خبرگزاری دانشجو. ما دیروز میزبان آقای محسن باقری بودیم، نماینده کارگران در شورای عالی کار، و این بحث پویش افزایش 70% دستمزد رو هم ما با ایشون در میون گذاشتیم و سوال کردیم از ایشون. ایشون در پاسخ گفتن که این پویش‌ها و پویش‌های قبیل این هست در فضای مجازی و عرض کردن که این رقم‌ها مثل 70% و اینها معقول نیستند و میشه گفتش که خیلی بیس منطقی ندارن و گفتن که اصلا صحیح نیستش که درصد برای افزایش عنوان بشه. یعنی 70% چی؟ یعنی مبناش چیه؟ و میشه گفتش که گفتن که مبنای منطقی نداره. من خواستم ببینم که پاسخ شما به اظهارات ایشون چیه؟ ببین، اول نکته‌ای که دارم در فضای مجازی نیست، میدانه و فضای عملیاتیه، کف کارگاهه و ایده‌ای که میگن مجازیه خب اصلا دور از واقعیته. ببینید الان کارگرای ما از کف سایت، از محل کارشون، از خودشون فیلم میگیرن و صراحتاً اعلام میکنن که به پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی پیوستن و کارزاری رو دارن امضا میکنن. پس یه اکت مجازی نیست، یک در واقع کنش اجتماعیه که دوستان به جایی که بخوان تخریبش بکنن باید به عنوان پشتوانه اجتماعی خودشون برای افزایش قدرت چانه زنیشون در جلسات ازش استفاده بکنن. و این که هم میفرمایند عدد واقعی نیست، خب از همین همکاران و همسنفای آقای باقری پویش 70 میلیونی را انداختن. 70% منطقی نیست، 70 میلیون منطقی هست.
و در نهایت امرم ببینید ما یک نقد جدی داریم نسبت به ساختار شورای عالی کار. ببین ما ساختار شورای عالی کار مذاکره دولت با دولته. یعنی این نقدیه که من همون پارسالم که توی جلسات شورا بودم اعلام میکردم، ما تشکلاتمون ضعیفن، مستقل نیستن، ماشین امضای دولتن، وظیفهشون مشروعیت دادن به در واقع مصوبات ضد کارگری دولته. دولت هم نه به مثابه نماینده عموم جامعه، دولت به مثابه طیف سرمایه‌دار جامعه، به مثابه اقلیت. یعنی وقتی میگیم دولت نه دولت نماینده مردم، دولت به مثابه نماینده اقلیت انحصار طلب سرمایه‌دار. و حالا این فضا اگه بحث منطقی به اصطلاح بحث منطقی میکنم، خب من استدلال هامو خدمتتون عرض کردم. ما داشتیم دستمزدهای 67%، 68%، دستمزد 170%، دستمزد 57%. خب اینها تاریخ هست و ما میتونیم بهش در واقع ارجاع بدیم و در نهایت امر ما که میگیم حرف ما رو قبول نکنید، برید استدلال‌های اتاق بازرگانی رو بهش نگاه بکنید، برید استدلال‌های بانک جهانی، ضمن اینکه صراحتاً اعلام میکنم من اصلا همفاز و همطیف با نه بانک جهانی و سیاستاش هستم، نه همفاز و هم فرکانس با سیاست‌های اتاق بازرگانی. استدلال‌های خاص خودمون رو داریم. ببین سه جانبه گرایی یعنی چی؟ یعنی قدرت چانه زنی. دوستان اول بهتره بپردازن به اینکه خودشون چه درصدی از جامعه کارگری رو دارن نمایندگی میکنن. اینجاست که پشتوانه اجتماعی میتونه قدرت چانه زنی رو اضافه کنه. و سالهای گذشته مسئول سرکوب‌های مزدی کی بوده؟ چه کسانی در جلسات شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگر 10 سال و 12 سال و 13 سال پیوسته دارن شرکت میکنن و هر سال دارن میرن مشروعیت میدن به این مصوبات ضد کارگر. قطعا علیرضا میرغفاری نبود که رفت مصوبه 27% رو امضا کرد و بعد در اومد گفت که من رضایت دادم ولی راضی نیستم. از همین دوستان کارگری در شورای عالی کار اومدن با این استدلال نقش خودشون رو در سرکوب مزدی به نحو احسن انجام دادن. ممنونم. اگه دوستان دیگه این نکته‌ای دارن بفرمایید. سوال بعدیم از شما اینه که در متن ماده 41 قانون کار اومده که شورای عالی کار با توجه به تورم و سبد معیشت باید هر ساله افزایش بده دستمزد رو. همین قید با توجه باعث شده که تفسیرهای متعددی ازش بشه. یه عده میگن که با توجه به معنای الزام نیست و الزام حقوقی نداره، یعنی میتونه بر اساس تورم افزایش بده. و حالا بحثی هم بود که حالا قانون کار در لایه اصلاحش این قید هم برداشته بشه یا ابهامش برطرف بشه. خواستم ببینم که به نظر شما این تفسیر اصلا تفسیر درستی هست یا نه؟ ببین تفسیر غلطیه، چون یک دلیلی داشته که این با توجه اومده. اگر بنا نبود که به تورم پرداخته بشه، خب چرا قید میکنه با توجه؟ ضمن اینکه ماده 41 قانون کار 2 تا قید داره، یک قیدش تورمه، یک قید دیگه‌ش هم تامین نیازهای خانوار دیگه. ما این دوتا همپوشانی با هم دارن. یعنی ما زمانی بگیم آقا افزایش دستمزد کمتر از تورم که سبد معیشت داره تامین میشه. وقتی که ما از سبد معیشت یک عقب افتادگی نه هم جزئی، یک عقب افتادگی بلند مدت و تاریخی داریم، قید با توجه الزاما اینه که بیشتر از تورم شما باید افزایش بدید که به در واقع اون سبد معیشت برسیم. این نگاه‌های در واقع فیلتر شده به قانون کار خیلی وجود داره و نه فقط مربوط به ماده 41 قانون کار، مربوط به کل قانون کار. ما از دهه 70 به بعد، یعنی بعد از اون نزاعی که سر مصوب شدن قانون کار توی در واقع 7-8 سال قبلش تا سال 69 که قانون مصوب میشه داریم، از دهه 70 به این بر تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم قانون کار کامل مخفول مونده، تو تاقچه‌ها داره خاک میخوره. یعنی یه قانونی داشتیم که هیچ کدوم از بندهاش آنچه که قانونگذار تعیین کرده بهش عمل نشده. یکی از بندهایش که شمولیت عامتری داره همین ماده 41 و این هم نگاه‌های در واقع فیلتر شده است به مواد قانون کار.
دوستان دیگه اگه نکته‌ای دارن بفرمایید. سلام علیکم، خدا قوت نصیب کنه. یه نکته‌ای که شاید به نظرم حالا یه مغلطه‌ای داره صورت میگیره اینه که ما در مورد حداقل دستمزد داریم صحبت میکنیم. طبیعتاً بنگاهی که نیاز داشته باشه تولیدش ادامه پیدا کنه مجبور بالاتر از حداقل دستمزد بده. کما اینکه بسیاری از بنگاه‌ها اینطوری هستن، یعنی برای حداقل تو خدماتش داریم میبینیم دیگه. بالاخره مثال بخوام بزنم، مثلا شغلایی مثل برنامه نویسی و امثال هم و اچ آر رو نمیدونم از این جور چیزها رو حداقل دستمزد نمیچرخن عمدتاً. اما تو لایه‌های کارگر صفر در واقع بدون مهارت خاصی شاید همچین چیزی صادق باشه. شاید یه فرایندی کمک کنه به این که بتونه جا بندازه که حداقل دستمزد به یه نقطه دیگری باید برسه، این باشه که این تفکیک صورت بگیره در واقع و در بحث‌ها و مذاکرات این به نظرم مد نظر قرار بگیره. هرچند که افزایش حداقل دستمزد یک نسبت خوبی با افزایش دستمزد سایرین هم داره، یعنی رد نمی‌کنم که ارتباط دارن، اما اینکه این دوتا رو معادل بگیریم یه ذره به نظرم معقول نیست. نکته بعدی اینه که شما به درستی اشاره کردید. به نظرم مسئله اساسی اون تیکه‌ای هست که حاکمیت و حالا دولت به نوعی اجازه نمیده تشکل‌های کارگری حرفی برای گفتن داشته باشن. ببینید من دوستی داشتم حالا در توانمندسازی حاکمیت جامعه، یه بار باهاش داشتم بحث می‌کردم در مورد حداقل دستمزد. من مخالف حداقل دستمزدم به شرط همون سه جانبه گرایی درست، که نماینده کارگری بتونه حقی داشته باشه و بره چانه زنی کنه، نه اینکه برای کل کشور در همه سطوح برای همه صنایع یه جلسه‌ای تشکیل میشه و بالاخره یه عددی تعیین میشه. مثلا بالاخره سختی شغل صنعت نفت یه عددیه، یه هزینه فرصتی داره. کارگر ساده‌ای که تو تهران داره میشینه بالاخره یه دسترسی خوبی به امکانات رفاهی تو تهران داره. اینو در نظر بگیریم. مثلا تو شهرستان‌های کوچیک من یک باری با یکی از دوستان صحبت می‌کردم سر حداقل دستمزد، میگفت بابا ما حداقل اینه که بخوایم برسیم به یه درمانگاهی تا تهران کلی مسیر باید بیایم، یعنی یه هزینه جدی از کارگران میطلبه. یعنی این مسئله وجود داره که بالاخره در تهران یه سری امکانات هست بنا به شرایطی که نباید مزد الزاماً یکسانی با کسی که در شهرستان‌ها وجود داره داشته باشه. این هم اون نکته‌ای هست که به نظرم حاکمیت باید تصمیم بگیره اینجا رو تغییر بده و مادامی که این تغییر پیدا نکنه ما هر سال در مورد حداقل دستمزد میتونیم سالهای سال بحث کنیم. مردمی در کار نیستن، بالاخره یه نماینده کارگری امضا هم نکنه مجبور بپذیره دیگه. یعنی چه اتفاقی مثلا میفته؟ تهش بالا مثلا یه ذره اعتصاب میکنن، یه ذره اختشاش، بالاخره اون کارگر، من از این لایه دارم میبینم که بالاخره اون کارگرم خیلی محدوده و مجبوره یه جای خرج زندگیش رو بده. یعنی اون خیلی نمیتونه مقاومت اجتماعی عجیب و غریبی بکنه و این به نظرم نکته‌ای هست که حالا بخوایم خیلی جمع و جور کنم حرفامو، در واقع این مسئله که ما هر سال داریم در حداقل دستمزد صحبت میکنیم در دنیا خیلی کمتره. کمتره، نه اینکه نیست اصلا. کمتریش هم از این جهته که دولت به این معنی که بشینن سه تا مثلا یه کارفرمای یه دولتیه یه دونم نماینده کارگره برای کل صنایع و همه چی تصمیم بگیرن نیست. چون ما الان داریم میگیم بالاخره معلم هم جزو حداقل دستمزد بگیرها، حداقل دستمزد در واقع روی اونها هم اثر داره. مثلا خب اینا هم مثلا دولت براشون تصمیم میگیره، کارمندارا هم دولت داره تصمیم میگیره. به نوعی این کارگرها حداقل دستمزد بخش خصوصی رو هم دولت داره تصمیم میگیره. حق بیمه هم عملاً داره با همین حداقل دستمزد دولت داره تصمیم میگیره. خب این دیگه عملاً یک فرآیند چانه‌زنی نیست اصلاً. شاید حتی جمعش کنن خیلی سرسنگین‌تر باشه. امسال دوست داشتیم انقدر بگیم، مثلا من بالاخره نیروی شرکتی دارم ذیل خودم، بعد اینا رو حقوق بدم، پول ندارم، فلان ندارم، مثلا 20% میخوام زیاد کنم. یه راه دیگه هم شاید این باشه بهش فکر کنیم و اون اینه که آقا حداقل دستمزد بگیرای دولتی رو جدا کنیم. یه ذره شاید پای دولت از این که بخواد به این فکر کنه که من چقدر کسری بودجه دارم بیاد بیرون، به یه چیزای دیگه فکر کنه.
کلیت قضیه اینه که اگه واقعا مسئله قرار حل بشه، همون قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری هست که باید به رسمیت شناخته بشه و حتی دیگه برن تو لایه صنایع مختلف. مثلا خب بالاخره صنعت منسوجات یه چالشی داره. من دوستی دارم که تو هم یه کارگاه کوچیکی داره، میگفت مثلا خیاط ایرانی اصلا تقریبا پیدا نمی‌کنم دیگه، با مثلا عددهای 10 تومن، 12 تومن، 15 تومن. همین اوایل امسال بود در واقع من باش صحبت میکردم. خب یه چنین عددهایی از حداقل دستمزد فراتره، ولی خب ببینید تو این صنفه مثلا رفته بالا دستمزد دیگه پیدا نمیشه. در مورد حداقل دستمزد صحبت کنی بی‌معنیه براش. لذا شاید اگر اون تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته بشن و کمی مشخص‌تر، حتی محلی‌تر بتونن بحث کنن، خیلی به نظرم میتونه موثر باشه و این لازمش اینه که اون تصمیم سیاسیه باشه. یعنی ما خیلی از پایین به لحاظ اجتماعی میتونیم یه ذره فشار بیاریم، مادامی که اون تصمیم سیاسیه نباشه خیلی هر سال همین بحثا رو باید تکرار کنیم. من عرضم همین بود، فقط اون نکته اول رو اگر جواب بدید ممنون میشم. من سوالی ندیدم تو صحبت شما. سوالم این بود که چرا ما اینا رو یکی میکنیم که مثلا چرایش که دست من که نیست. نه یکی کردن این که ببین ما از حداقل دستمزد وقتی داریم صحبت میکنیم و یه جوری همه بخش خصوصی، همه کارمندها و کارگرهای بخش خصوصی رو به یه چشم داریم می‌بینیم، در صورتی که توی لایه‌های اینا واقعا اصلا خیلی فاصله جدی دارن با هم. من حالا ایبر صحبت کنم ایبر ببخشید شما اگه بیای این طرف که من مخاطب قرارت بدم ممنون میشم. ببینید صحبت‌های شما هیچ کدومش نافی حداقل دستمزد نیست. ابتدای فکر می‌کنم حالا دهه 80 دولت میاد یه بخشی از نیروی کارش رو برون سپاری میکنه تحت قالب شرکت‌های پیمانکاری یا حالا کارگر رسمی. خب دولت خودش اومده یه آش شل قلمکاری درست کرده، انواع و اقسام رابطه استخدامی با انواع و اقسام نظام‌های دستمزدی به وجود آورده. مشکلش که کارگر نیست، مشکل خود دولته و همین الان دولت اراده بکنه این آش شل قلمکار رو تقسیمش بکنه، یعنی این وضع نابسامان و ساماندهی بکنه. ربطی به شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد نداره، مربوط میشه به خود دولت. مثلا الان یک نکته‌ای که ما خودمون توی پارس جنوبی باش داریم روش مطالبه گری میکنیم، این نظام همسان دستمزد رو اجرا کن. معیار هم داره. متاسفانه ما میایم صرف جایگاهی که طرف کارمند دولته صرف نظره که یا آقا ارزش آفرینی دارد یا ندارد، صرف نظر از این که چه میزان وقت صرف ارزش آفرینی میکند یا نمیکند، یا معیار بعدی آسیب ناشی از کار، میگیم چون کارمند دولته این تومن باید بگیره، بیشتر از تومن باید بگیره. الان ما با یه نگاهی تو وزارت نفت، خود من به عنوان کارگر پالایشگاه دهم مجتمع گاز روبروام که اینه که شما حقوق دستمزدتون نباید از ما بیشتر باشه، باید کمتر باشه، اختلاف باید داشته باشه. خب این نگاه خود دولته، یعنی خود دولت این نگاه رو به وجود آورده و این موضوع حلش شورای عالی کار رو نفی نمیکنه یا حداقل دستمزد رو نفی نمیکنه. در نظر بگیرید تمام صحبتایی که میشه الان 93% کشورهای عضو ILO حداقل دستمزد دارند. حداقل دستمزد به صورت ملی تعیین میشه، بعد برای بیشتر از حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای یا صنعتی برای صنایع مختلف میرن تعیین تکلیف میکنن. ما سر بدیهیات الان داریم میجنگیم، سر بدیهیاتی که آقا حداقل دستمزد معیارهای ابتدایی رو نداره. سر سبد معیشت کلی ما داریم میریم صحبت میکنیم. الان 23 میلیون تومان که گفتن که من میگم نزدیک به 30 تومان، بیشتر از 30 تومان هم هست. توی جنوبی ترین شهر کشور برید با 30 میلیون تومان فقط شاید بتونی سبد معیشت رو تو تامین بکنی. توی در واقع شمال بری، شرق بری، غرب بری، میتونی سبد معیشتی که بر حسب چه معیاریه؟ بر حسب این معیاری که شما فقط بتونی امرار معاش روزانه بکنی و بتونی یک در واقع رابطه بین نسلی رو حفظ بکنی، یعنی بتونی یک زاد و ولدی بکنی که یعنی بازتولید نیروی کار انجام بدی، نیروی کار بعدی رو به بازار عرضه بکنید، در حد حداقل هاست و این نافی این نیست که ما مخالف. اتفاقا بحث مزد منطقه‌ای اگر با زیرساخت درست بهش بپردازیم بحث مترقیه برای صنایع مختلف، جای
بحث داره، مترقیه، یعنی این نیست که ایده بدی باشه. ولی ما زیرساخت نداریم. زیرساخت اولش چیه؟ زیرساخت اولش تشکل کارگریه. همین الان شما میگه کارگر نمیتونه، قدرت نداره. اتفاقا کارگر اگه تشکل داشته باشه صاحب قدرت هم میشه. دهه 60، ابتدای دهه 60 بخشی از در واقع مجلس ما طیف کارگری داره در واقع نمایندگی میکنه. حاصلش هم میشه قانون کار که البته میگم یک نزاع جدی هم روش بوده. شما اومده یک جامعه رو سیاست زده کردی، بعد تشکل زداییش کردی، در کنارش اومدی امنیت شغلیشو ازش گرفتی، حالا میای میگی صدا نداری. خب اینها همه حاصل یک در واقع سیاست گذاری کلانیه که صورت گرفته. شما بحث تشکلات از این نظام مسائل کارگری، چه بحث دستمزد و معیشت، چه بحث امنیت شغلی، چه خود تشکل یابی، شما بپذیر کارگرها باید متشکل بشن. تشکل هم به معنی واقعی کلمه، نه این تشکل‌های زردی که ما داریم و اعتبار آیلو هم ندارن، اعتبار سازمان بین‌المللی ندارن، سازمان بین‌المللی کار ندارن. تشکل‌های استاندارد مطابق با مقابل نامه‌های 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار به وجود بیاد. یواش یواش خودش صاحب قدرت میشه، توی سیاست حرف برای گفتن داره، توی مسائل اقتصادی حرف برای گفتن خواهد داشت و به راحتی میتونه حق خودش رو در واقع از حق خودش دفاع بکنه. ممنون. اگه نکته‌ای نیست دیگه جمع‌بندی کنیم. و نکته‌ای نداری دیگه؟ من نه، فکر کنم صحبتامو کردم. فقط تاش دوباره میخوام تاکید کنم آزمون دولت برای وفاق با مردم، با اکثریت جامعه، یا وفاق با اقلیت انحصار طلب سرمایه‌دار.